مذهب ما حضرت امام اعظم رحمت الله علیه ده 7 چیز در رمضان مکروه است. در یادتان گیره. معنی مکروه خوب نیست. روزدار باید از این خوش نگاه دارد. چی مرد و چی زن، چی پسر چی دختر. یکم ذوق الشیء و مزغه بلا عذر. خایدن چیزه در رمضان بچهای خجروجی بچه نخواهی. در رمضان سقیچ نخواهی. در رمضان اگر تا ضرورت نشود نان خایده یا غذا خایده برای کودکای خرسالتان نتید. زیرا خایدنی چیزه، چشیدنی چیزه در رمضان مکروه است. زیرا شما اگر سقیچ خایدی است یا جیوچک خایدی است، یگان کس اگر بینه میگه این پاد روز خور بده. شاید وای پاد نگویو دانی من دی کلمه آمد. گفتم که من آدمی عصبی هستم، معذرت میخواهم. اینو در حق همه آدم گمان بد میکنه. اگر چی روزدار هم باشه گمان میکنه که این روز خور بین سقیچ خواهد. چند با سخنی دیگر هم میگوید. من باشم که لعنت میکنم. من خود نگاه داشته میدم بازار میگذارم، بعضی میرم چایخانه چایخوری دارن، هزارها لعنتشان میکنم، خوشاشان و پدراشان و مادراشان همش علاوه. دوم و مزغ الخواب، یعنی چشیدن. من یک بازار میره یگان چی میچه شیطان برای شیرین است به مزه است. یا مثلا بعضی خانم ها غذا میکنن بیگاهی، چشیدن همون غذا به عذر خوب نیست نچشن. اما اگر رفت بعضی خاندان است که غذاش که به نمک میبیاد یا شور میبیاد، شوهرش آزارش میتید یا بچه هاش نمیخورن غذاش، این صورت عذر است. چشیدنش باکی ندارد لیکن توف کنه. وقتی که چشید نمکش فهمید ثانی او گلدان پرت آید فرو نبرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مکروه است القبلة واللمس. بچه ها برای شما بسیارتر دخل دارند. بوسه کردن همسر و آغوش کردن همسر برای جوانایی که یاش هسته ما پیر شدیم که دیگه پرونه داره. شما ها رو در ماه رمضان توصیه میکنم که زناتان بوسه نکنه. دوستم که داره بوسه نکنه، آغوش نکنه. زیرا که بوسه کردی آغوش کردی خوب اون جانبش معلوم است. شیطان بعد دیگه غالب میبیاد، عقل با فراموش میشه، با پیشتر رفتن میگیری، آخر چی کار میشه که روزت مکروه میشه یا فاسد میشه، گناهگار میشه. بنابراین در ماه مبارک رمضان بوسه کردن همسر، خصوصا برای جوانایی که به این نزدیکی ها عروس آوردن به خانه هاشان، از اونا خواهش میکنم در ماه مبارک رمضان احتیاط کنن. زیرا روزه با بوسه کردن مکروه می شود، با علاقه جنسی کردن فاسد می شود. فاسد که شد کفارت واجب می شود. کفارتش مشکل است، داده نمیتونی تا وقت پیشگاه خدا سخت گناهگار و خجالت می شوید. یعنی کسی روزش فاسد کنه بعد از نیت کردن عزیزان من یا 60 مسکین طعام میتید، 60 روز روزه میگیرد یا 60 مسکین طعام میتید. ببینید 60 روز روزه میگیرد. این روزه کفارت است. با همه 60 روزه پای در پای اگر بین یک روز خورد با ایسر میگیرم 60 روزه. شریعت به خاطر اینکه روزه رو فاسد نکنه جنایت است، واجبین است، جزاش هم سخت تعیین کردگی است. با یک روز قضایی 61 روز میشود. اگر روزه داشتن نتونه کسلی باشه، این عذر داشته باشه، 60 کم بغل شب و سحر میبره افطار میکنه، سیرشان میکنه. یا پنجمی بازار میره 60 کم بغل که در خدای را میشینن که رو با چین به کار میکنن. پنجم هر کدامشه میتید برای شب و سحرشان. خلاصه در ماه رمضان بچه هایاش خداوند بختان تید. این زن پیر نمیشه بچم دادا باباتان به یک جا نرسان که باشه ما رسانه. احتیاطتان کنه. یک جوان پیش رسول اکرم آمد گفت یا رسول الله من همسرم بوسه کنم اجازت میتی؟ حضرتان نه بوسه نکن بچم. گفتن او یه موسفید یا رنگی با های ملا دولتی ما بارین گرنگتاب شدگی گفت یا رسول الله گاه حواسم میبیا کمپیر میبیم بینو لباسای خوش رو میپوجه یا بوسش کنم مایلش. حضرتان مایلش تو بوسه کن. او جوان خیس از گفت یا رسول الله این بابات اجازت دادی من دنی؟ حضرت گفتن او باباست. گفتن تو جوانی؟ گفتن بابا. گفتن تیر داراش تمام شدگی است. تو جوانی خوب هستی. گفتن یکی با خوب بعدی با یکان کاری دیگه میشه. گفتن روزت فاسد میشه. بنابراین والقبلة ان خاف فقها میگن بوسه کردن در ماه مبارک رمضان مکروه تحریمی است
اگر خوفی احتلامی شدن باشد. بچه های خوش رو فراموش نکنید، خنده خنده گپیمون فراموش نکنید. پنجم مکروهات روزه چی است؟ جمع الریق فی الفم قصدا ثم ابتلاعه. من یک خلادان توف شد در دهان جمع میکنه و پر کشید با فرو میبرن یک پیاله آب میشه. این هم خوب نیست. توف فرو بردن کم کم واقع ندارد در ماه رمضان، اما جمعش کنی خیلی شد و بعد پر کنی فرو بریش، این هم فقها مکروه میگن. از این احتیاط باید کرد. اما در ماه مبارک رمضان چی کارها کنیم که روزه من فاسد نمی شود عزیزان من؟ این هم ضرور است شما یاد گیرید. الاکل و الشرب او الجماع ناسیان. من یه آدم رمضان ده فراموش کرده و روزش خورد، خوب چیز خورد یا چیز نوشی میشد، مثلا کار کرد در سری کار ای خاطرش برام دست خوشن. امروز آدم ها بسیارش خیالش بیجاش دیگه است، هوشش نه یکی آب نوشید، بعد نوشیدن باید که من روزدار بودم که این روزش فاسد نمیشه، دوام روزش گرفتن گیرد. یا خانش آمد هوشش نه نون گرم گرفت و خوردن گرفت، روزه خاطرش برام ده، پس هم بیادش رسید که من روزدارم، این روزش فاسد نمیکنه، روزش درست است، دوام روزش گرفتن گیرد. دوم انزال المنی بنظر او فکر. یه آدم روزانه خواب میره و در خوابش احتلامی میشوند. آمه تاجیکای ما شیطان فریب کر میگن که خوب یا در کوچه گذشتی از زنده که میبینه دو به اختیار احتلامی میشه، اینم روزش فاسد نمیشود. اما اگر با دستش خوش احتلامی کند روزش فاسد میشود، یک روز قضای دگرش واجب میشود. سوم چیزی که روزه رو فاسد نمی کند القطرة او الاکتحال فی العین. من چشم دارو چکاندن، بعضی آدم ها چشم دردن چشماشان دارو می چکانن، یا گوشاشان دارو می چکانن، یا زنکا چشماشان سرمه می کنن در ماه این هم روزه رو فاسد نمی کند. دارو کردنی چشم روزه رو فاسد نمی کند، سرمه کشیدنی در چشم روزه رو فاسد نمی کند. اگرچه ولو وجد الصائم طعمه فی حلقه، مزهش در حلقش نمایان هم شود فاسد نمیشه روزه. چهارم چیزی که روزه رو فاسد نمیکنه در ماه رمضان این خونگیری است. مذهب حضرت امام رضا رحمت الله علیه ده خون گرفتن، اگر رفت همون شخصی خونگیر با قوت باشه، این اما آدمی روزدار با قوت باشه که این خون گرفتن براش هیچ زیان نکنه باکن. اما اگر رفت آدمی ضعیف باشه، خرابه باشه، کسلی باشه که روزه گرفتن سبب بیهوشی شود، این صورت خون گرفتن مکروه است، از این احتیاط باید کرد. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان مباح است مسواک کردن، یعنی دندانها را با چوب مسواک شکیدن یا با دندان شوک شستن، اینم باکی ندارد. فقط احتیاط کنن که یعنی داخل حلقش نرود. ولو کان مبلولا بالماء. خب دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است المزمزه و الاستنشاق، من دهن آبگردان کردن در طهارت غسل یا بینی را آبگردان کردن، اینا روزه را فاسد نمیکنه. بعضی آدم‌ها رو فهمیدم در ماه رمضان مزمزه نمیکردن، نه دهنشان آب نمیگیره، ای ترسیان که یکی روزه هم نشه. آخه تو مردی که آب درونت میره، حلقت میره، آیا کم چقدری بعد نه بالاتر کن سنت های مزمزه استنشاق در طهارت. دیگر چیزی که در ماه مبارک رمضان رخصت است الاغتسال او الصباحه او التلفف بثوب مبتل للتبرع لدفع الحر. مثلا این زمان خیلی گرم است، در ماه رمضان آبازی کردن یا در لب دریای رفته دریای خنک در شناوری کردن، سباحت و شناوری در دریا رو میگن، اغتسالش خانه در سر آب ریختن، یا اینکه یه لطه عدیال تر میکنی در بدنت پیچانی به خاطر چی؟ حرارتی هوا بلند دستگر میشی، به راحت میشی، اینم باکی ندارد. آره بعضی فتواها دست آبازی کردن مکروه، اما اون قول اعتبار نداره، زیرا که مخالف حدیث رسول اکرم است. از این سبب فقط در ما وقتی آبازی حرکت کنه که حلق تانده آب نرود، دهن تانده آب نرود. این یک دومی که در وقت آبازی کردن بچهای خوشرو، بعضی شما رو من در کوچه ها میبینم در فصل تابستان با ترسک های کوتاه یا با پلافکه در نظر مردم آبازی میکنید، این حرام است عزیزان من.
خدا لعنت کنه هم مسلمان را که حیا ندارد، که در او کوچه زنها میگذرند، مردها میگذرند، او خود که لعنتی است، در لعنت خدا گرفتار است. آخر چشم تماشابین ها را هم در او میافتد، این هم در لعنت خدا گرفتار میشود. بنابراین جوان مسلمان، تو از خدا ترس. وقتی که در راه آبازی میکنی، پیغمبر تو وقتی که آبازی میکرد پرده میکشید، در بین پرده آبازی میکرد. اگر رفت تو دریا میشد، میرفت یک جای دوره که نظری مردم نباشه، در اونجا آبازی میکردن. امروز انسان ها آنقدر حیوان شدگن که در پیش نظر زنها مردها رفتار میشن، لچ عریان یک پلافکه دارد به هوای آبازی میکنند. لعنت خدا بر تو بار این تاجیک، لعنت خدا بر تو بار این زن مسلمان. اول مسلمان اتفاق ساعت که مسلمان شود، یک روز کافاز تلمان میگذاشتم، یک دختر تاجیک با دو مرد با پلافکه و با لفچیک که گودکا جمع شدن تماشاشان دارن در کنل همو پیشی بچه های چیز است که مرد همونجا آبازی دارن. یا الله، نخواد که اینقدر بے حیایی، نخواد که اینقدر انسان حیوان ده مبدل شده است. زن مسلمان حتی موی سرش نشان دادن برای حیوانش و برای بچه شرم دارد. در فتواها میگوید یک زن وفات کرد، بعد از 10 سال قبرش ویران شد، رفتن قبرش برای دیگه جا کوچاندن، دیدن که موی سرش جدا شده است، دیگهش نابود شده، موی سرش ایستاده. موی سری همون مردی 10 ساله را که پوسیدگی جدا شده است، حق نداره مردی بیگانه را به دستش گیرد، بعد که او را وارثش رو بگیرد و دستان پیچان دیگه جا برای گروه. او عورت است و حرام است باش. یا الله، میبینم بعضی بچه ها ماشین میشوین تگی پلافکه مرد تو بار این صدقی جوان مردی شو، صدقی مسلمانی شو. حیوان میخوایی که در پیش زنی تو یک آدم خوش لچ کند، میخوایی که در پیش دختری تو یک آدم تگی پلافکه باشد. این از حال ما مسلمان ها. ما اگر کسی آنها رو یک چی گوید با دماغشان میسوخته است. صدقی جوان مردی شو، لعنت خدا بر تو. خب وقت اخرگی 2 ساعتی با هم گذشت رفت و خوب. به هر حال آن چیزی که میخوام امروز برای شما اکثرت مبتلا با آن میشوید، این اوکال کردن است در ماه مبارک رمضان. آیا اوکال روزه را فاسد میکند یا نه؟ نه، نمیکند. هر قدر نوع اوکالی که باشد، خواه از گوشت میکنید، یعنی اوکال ویتامین، ای دنبه، از را بازو، خواه اوکالایی که مثلا خون میدهد، اوکال خوندهی، هر نوع اوکالی که باشد روزه را فاسد نمیکند. فقط بعضی فقها اوکالی که قوه غذا را دارد، گلوکوز میگن چی میگن، یه روز 2 روز به هوای دیگه سیر میکنه، اوقات هم نمیفارش، همون روزه رو فاسد همون نزد بعضی فقهاست. اینجا من برای شما نوشته آوردم به خاطر که شبهه نکنیتان. تزریق آمپول محمود الفتاوا را، عمر سربازی هم قولش همین است در منبع العلومش. تزریق آمپول در ماه رمضان، تزریق آمپول اوکال میگن، هر نوع آمپول باشد اشکال ندارد، یعنی روزه رو فاسد نمیکند. كما حققه العلامة المفتي محمد شفيع وأيده العلامة المفتي الطحاوی في امداد الفتاوى. اما ناسوار حرام است، حرام نیست، اما ناقض وضو است. ناس چی عزیزان من؟ در رمضان ناس کشیدن روزه رو فاسد میکند یا نه؟ فاسد میکند. ناقض روزه هست. ناسوار حرام نیست، اینه حرام نمیگیم ما، کشیدنش حرام نیست. البته از کراهت خالی نیست، به خاطری که بوی بد دارد، به خاطری که اسراف دارد، به خاطری که زیان دارد، از کراهت خالی نیست. اما حرام گفته، برای حرام دلیل بکار است، در او دلیل نیست. اما روزه رو فاسد میکنه، روزه رو میشکنه. پاپیراس عزیزان من چی؟ پاپیراس هم روزه رو میشکند هم حرام است. بنابراین از پاپیراس کشی خدا نگه داره. بچه های خوش رو رمضان اینی او رو دود میگویند، دود فرو بردنش تلیان در خلاصه الفتاوا، در خلاصه المسائل هم هست. او روزه رو فاسد میکنه، از این خدا نگه داریم.
محمود الفتاوا جلد دوم صحیفه 227.